سلام. امروز میخوایم با هم از صفر تا صد تنظیمات و راه‌اندازی یک کانال یوتیوبی رو انجام بدیم. اگر علاقه به دیدن همچین ویدئویی دارید، در ادامه ویدیو حتما با من همراه باشید. من امیر دشپور هستم از کانال لینسکیل. ما به صورت هفتگی ویدیوهای فنی و غیر فنی در ارتباط با تهیه و تنظیم و رشد یک کانال یوتیوبی منتشر میکنیم. اگر علاقه‌مند به این دست ویدیوها هستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا شما اولین نفری باشید که تشریف بیارید و ویدیوهای ما رو میبینید. خب بریم سراغ کار اصلیمون که راه اندازی چنل یوتیوبی هستش. خب ما برای اینکه بتونیم یک کانال یوتیوبی رو بیاریم بالا، ما حتما نیاز داریم که یک ایمیل روی سیستم رو سرویس جیمیلمون داشته باشیم. اگر شما جیمیل دارید، میتونید به راحتی توی خود یوتیوب ساین این کنید و مراحل ادامه ویدیو ما رو ببینید. اگر ندارید، این قسمتی که برای ساخت جیمیل هستش رو مشاهده کنید. من این زیرنویس میکنم که به چه شکلی باید برید جلو که ادامهش رو ببینید. خب تو سرویس جیمیل میزنیم gmail.com توی مرورگرمون و میریم تو سایت جیمیل، کریت اکانت رو میزنیم، شروع میکنیم با هر اسمی که شما دوست دارید و یا اسم خودتون هست قاعدتا یک جیمیل رو میسازیم. اینجا اسم و فامیل و همچنین یوزرنیم 1367 قسمت پایین هم یک پسورد باید در نظر بگیرید که حتما 8 رقم باشه. بعد از اتمام کار نکست رو میزنیم، میره مرحله بعدی. خب اینجا ملیتتون رو ازتون میخواد. ما چون وی پی ان تریم، این بیچاره نمیتونه ما رو دیتکت کنه که مال کدوم کشور هستیم، بنابراین خودمون باید به صورت دستی وارد کنیم ایران. یه شماره تماس ازتون میخواد. این شماره تماس اصلا چیز خاصی نیست، شما میزنید فقط برای اینکه بدون شما یه شخص حقیقی هستین. بعد تاریخ تولد میخواد، تاریخ تولد رو هم پر میکنید. من پیشنهادم اینه که درست پر کنید اینها رو، چون اصلا چیز امنیتی نیستش و درست پر کنید خیلی به نفع خودتون هستش. خب توی این قسمت از همین شماره تماسی که من اینجا وارد کردم یه وریفیکیشن کد برای ما ارسال میکنه به صورت SMS. ما باید این رو توی این قسمت وارد کنیم، تو قسمتی که بعدی هستش و اینکه بعد تایید میشیم، بعد تکمیل میشه جیمیل ما. خب الان به دست من رسید 097 903. وریفای رو میزنیم. یه سری سوالات ازتون میکنه که yes I am in و اینجا هم که اساسنامه شونه شما تایید میکنید که قانون و مقررات سرویس جیمیل رو قبول دارید. کریت اکانت رو میزنید. خب خدمتتون باید بگم که ببینید، شما بعد از اینکه اکانتتون ساخته شد، وقتی که خود youtube.com رو وا میکنید، به صورت اتوماتیک چون به تازگی برای سیستم رو ساختین، ایمیل ساختین، ساین این رو بزنین، باید ساین این بشه به راحتی. اگر اینطوری نبود که یوزرنیم ایمیل و پسوردتون رو باید وارد کنین. خب اینجا ما الان با اکانتی که الان ساختیم توی سرویس جیمیل ساین این شدیم. ببینید برای شروع کار شما وقتی که این رو بزنید، آپلود ویدیو رو بزنید، مراحل تنظیمات ما آغاز میشه. خب اینجا get started رو میزنیم. میتونید اینجا انتخاب کنید که با اسم خودتون اکانتتون رو بیاره بالا یا یه اسم متفاوتی انتخاب کنید. من میخوام یه اسم متفاوت داشته باشم. اسم کانالمون رو
دوباره اینجا می نویسم learn skill I understand. خب create رو میزنیم. خب اینجا اکانت ما ساخته شد. میتونید الان از همینجا مراحل تنظیماتتون رو آغاز کنید. اینجا میگه که یه دونه عکس برای پروفایلت آپدیت کن. خب من این عکس رو دارم اینجا آپدیت میکنم، آپلود میکنم. خب اینجا میگه که شما یه محتوایی راجع به کانالتون بنویسید که وقتی بیننده میاد بتونه این محتوا رو بخونه و یه دستگیرش بشه که شما تو چه حوزه‌ای فعالیت میکنید و تولید محتوا میکنید. به عنوان مثال من مینویسم آموزش طراحی و تنظیم یوتیوب. خب تو قسمت پایین تر اینجا از شما وبسایتتون رو میخواد. آپشنال اینها اگر دارید به وارد کنید، خب بهتره، توی سئو شما خیلی کمک میکنه. اگر ندارید کلا این مراحل رو نادیده بگیرید. اینجا اسم وبسایتتون رو می‌نویسید و اینجا آدرس URL رو می‌نویسید. تو قسمت پایین تر هم سوشیال لینک رو ازتون خواسته، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام. اگر دارید اینها رو در انتهای این آدرس اضافه میکنید. اگر هم ندارید دسترسی دارید، هر موقع اینا رو ساختید میتونید بعدا برگردید و اینا رو دوباره تنظیم کنید. Save and continue. خب از همینجا شما دیگه تقریبا کانالتون تمومه تنظیماتش، ولی یه بخش اساسی میمونه که تاثیر مستقیم توی سئو کانال یوتیوبی شما داره و اینکه حتما تنظیمات این قسمت رو انجام بدید. ببینید روی آیکونمون میزنیم، یه تب اینجا هست به نام یوتیوب استودیو. یوتیوب استودیو رو میزنیم. خب الان استودیو ما وا کرد. لیرمور ما نمیخوایم چیز زیادی دربارش بخونیم. خب این فضایی که شما تنظیمات مربوط به چنلتون رو انجام میدید، همینجور که میبینید چنل آنالیتیکسمون یا همه اطلاعاتی که مربوط به این کانال هستش خالیه، به خاطر اینکه همین الان ایجاد شده. ما ستینگ رو میزنیم. تو بخش اول جنرال رو داریم، همینطور که میبینید US دلار اینجا نوشته. واحد پولی که شما میخواید ببینید برای موقعی که به درآمد رسیدید تعیین میکنید. لیر ببینید، USD، دلار ببینید، یورو ببینید، هر چیزی رو میتونید انتخاب کنید و هیچ ربطی هم به مقدار درآمد شما نداره، فقط نوع نمایشش فرق میکنه. قسمت بعدی چنل هستش، بیسیک اینفو. شما اینجا کشورتون رو سلکت میکنید. خب یه موضوعی هستش، ببینید یوتیوب برای بعضی کشورها مثل ایران خودمون و بقیه کشورهای فارسی زبان بخوام اسم ببرم مثل افغانستان طرح درآمدزایی نداره، بهشون اجازه میده ویدیو آپلود کنن ولی درآمدی بهشون نمیده. بنابراین شما باید کشور دیگه ای رو مد نظر بذارید. من خودم ترکیه میذارم ولی میتونید این قسمت خالی بذارید بعداً پر کنید چون دسترسی بهش دارید. خیلی چیز سختی نیستش. خب ترکیه رو میذارم. اینجا کیورد ازتون خواسته. ببینید این کیورد ها برچسب‌هایی هستن که کمک میکنن به دیده شدن بهتر شما و دسته‌بندی سریعتر و بهتر کانال شما. خیلی کمک میکنن تو سرچ زودتر بیاد بالا نسبت به مسائل مرتبط. به عنوان مثلا من 2 تا اینجا براتون میذارم. ببینید مثلا من آموزش طراحی، اینتر رو بزنید این ستاپ میشه میره برای قسمت بعدی. این ارور کامپیوتر من هست. یا مثلا آموزش یوتیوب، اینتر رو میزنیم باز همینجوری تا جایی که میتونید این رو پر کنید هر چقدر که بهتون اجازه میده. توی قسمت های پایین تر چیزی نداریم. ادوانس ستینگ داریم اینجا. خب توی این ادوانس ستینگ ببینید اینجا شما یه سه گزینه ای دارید.
که اینجا میگه که شما مطالبی که آپلود میکنید مربوط به کودکانه، مطالبی که مربوط میکنید مربوط به کودکان نیست. و یا اینکه هر وقت من خواستم ویدیو آپلود کنم قبلش از من بپرس که این موضوع مربوط به کودکان هست یا نه. اگر شما تو حوزه کودکان فعالیت نمیکنید خیلی قطعی اینجا نو رو تیک بزنید، چون که طبق قانون کوپا جدید اومده برای امریکا این قانون گذاری رو کرده. شما اگر مطالبتون مربوط به کودکان باشه هیچ تبلیغی روی ویدیوهاتون پخش نمیشه و قاعدتا درآمدتون تقریبا صفر میشه. بنابراین خیلی قاطعانه بزنید که مطالب من راجع به کودکان نیست. خب این پایین یه قسمتی داریم به نام سابسکرایبر کانت که به دیگران اجازه میدید که آیا مقدار سابسکرایبر شما رو ببینن یا نه. چون ما حالا سابسکرایبرمون صفر هست و این کانال تازه رو انداختیم، من رو نو میذارم، بعدا میتونید بیاید اگر برای پوز دادنش هم که شده این رو تیکشو بردارید که بقیه ببینن چه مقدار سابسکرایبر داریم. خب یه گزینه داریم اینجا به نام disable interested base ads. اگر این رو تیک بزنید به صورت وحشتناکی درآمد کانال شما افت میکنه و ببینید که به صورت پیش‌فرض هم تیک نخورده و شما هم اصلا به هیچ عنوان تیک نزنیدش. خب این قسمت دیگه چیزی نداره، البته این پایینش هم گفتم همه رو. میریم برای قسمت بعدی، آپلود دیفالت. ببینید شما وقتی که یه کانال ایجاد میکنید، حالا تو هر حوزه‌ای هست، مثلا به عنوان مثال میگیم شما نقد و بررسی خودرو انجام میدید، به صورت همیشگی یه سری پاورگی‌هایی دارید واسه ویدیوهاتون که مثلا آدرس سوشال لینکاتون و آدرس سایتتون رو مثلا به عنوان مثال جمله نوشتید که من رو سابسکرایب کنید یا از این قبیل، برای اینکه هی تکرار نشه و برای شما خسته کننده نشه و شاید بعضی جاها یادتون نره که اون ویدیو زیر اون ویدیوهاتون این دیسکریپشن ها رو بنویسید، به صورت ثابت براتون اینجا آپشن گذاشته که مثلا ما در حوزه تولید محتوا فعالیت میکنیم. خب این رو دیگه شما هر ویدئویی آپلود کنید برای شما به صورت پاورقی و دیسکریپشن اضافه میکنه. تایتل هم به همین صورت آپشنش رو داره که خیلی کم کاربرد هست چون ویدیوها تایتل های مختلفی دارن. خب بعد از اینکه این قسمت رو تکمیل کردیم یه تب دیگه داریم به نام ادوانس ستینگ که اینجا کاتگوری شما رو مشخص میکنه که تو چه حوزه‌ای دارید کار میکنید و همچنین زبان ویدیوهای شما به چه زبانی هستش. میتونید پرشین، انگلیسی یا هر چیز دیگه میتونید بذارید. توی این قسمت پایین‌تر در رابطه با کامنت هایی که برای شما میذارن هست. من پیشنهاد می‌کنم این hold potentially improved رو بذارید برای اینکه هر کامنتی رو که گذاشتن شما تایید کنید بعد زیر ویدیوهای شما منتشر بشه. قسمت بعدی که برای شما مهم هستش کامیونیتی هستش. خب تو این قسمت اپروو یوزر رو داریم. شما یه سری یوزر اینجا اد میکنید، اونا به صورت خیلی مستقیم میتونن کامنت بذارن و نیاز به اپرووش دوباره شما نیستش. هیدن یوزر در نادیده گرفتن یه سری اشخاصی که شاید با کانال شما مشکل دارن اینجا اضافهشون میکنید و اینجا بلاک ورده. اصولا یه سری کلمه‌ای مثل فحاشی و یه سری کلمه‌های خاص که نمیخواید زیر کامنتاتون دیده بشن رو میتونید اینجا اضافه کنید. و همچنین بلاک لینک هم برای اینه که شما وقتی تیک بزنید کسی نمیتونه توی کامنت های شما لینک قرار بده. اینجا هم که دیفالتمونه هولد پتانسیالی همون گزینه قبلی که توضیح دادم خدمتتون برای اینکه شما تایید کنید همه کامنت ها رو و چه کسایی میتونن کامنت بذارن، همه میتونن کامنت بذارن یا اینکه نه یه سری اشخاص مشخصی. این هولد پتانسیالی هم دوباره همونه، دوباره تاکیدن گذاشته که شما حتما باید یه بازدیدی بکنید بعد انجام بشه. تو قسمت اگریمنتمون هم چیز خاصی نداریم. سیو رو میزنیم. خب ما الان کانال ما آماده است برای اینکه بتونیم
اولین ویدیومون رو آپلود کنیم. اینجا ویو چنل رو میذاریم. یه بخش دیگه هم من خدمتتون بگم که جا مونده. خب ببینید توی یوتیوب 2020 این بالای ما یه قسمتی داریم به نام کاستومایز چنل. کاستومایز چنل رو که بزنید آرزم خدمتتون که یه سری تب ها اینجا وا میشه. تو تب اول ما کار خاصی نداریم. تو تب دوم برندینگمونه که توی این قسمت ما عکس پروفایلمون رو آپلود میکنیم، چون من قسمت قبلی انجام دادم هم اول کار. اینجا میتونم برای تغییرش چنج رو بزنم. بعد قسمت بعدی یه کاوری اینجا به ما داده که این کاور اگه من بتونم به شما نمایش بدم به چه شکلی خواهد بود. ببین به عنوان مثال این ویدیو ما میریم تو کانالش، کانال تاپ گیر. این بالا این کاور رو که میبینید، این کاور دقیقا همون چیزیه که ما الان در آرایش داشتیم صحبت میکردیم. اینجا اگه آپلود رو بزنید و مثلا به عنوان مثال این رو آپلود کنید، این برای شما میفته توی این قسمت معرفی کانال شما برای جذاب‌تر شدن و میتونید حتی روش یه سری توضیحات هم تایپ کنید که از فضا بیشتر استفاده کنید. خب تو قسمت بعدی یه آیتمی داریم به نام ویدیو واترمارکر. یه سری تصاویر بند انگشتی گوشه ویدیوها میافتن. ما دوباره میایم اینجا. خب ببینید الان این سابسکرایب رو میبینید این گوشه نوشته. این دقیقا همون تصویریه که ما اونجا باید آپلود کنیم. اینا خودشون براشون سابسکرایب نوشتن. ما میتونیم لوگومون رو بزنیم یا هر چیز دیگه ای که شما صرف. وقتی هم که موستون رو ببرید روش یه آیکون سابسکرایب ظاهر میشه و بیننده شما راحت‌تر میتونه کانالتون رو سابسکرایب کنه. خب طبق توضیحاتی هم که اینجا داده، البته اینا من یادم رفت بهتون بگم، خود اینجا توضیح داده که این بنر چه اندازه باید باشه. 2048 در 152 پیکسل توی فتوشاپ میتونید طراحی کنید و آپلود کنید و اینجا هم گفته که انیمیج در 150 در 150 پیکسل حداقل باید باشه و نو انیمیشن هم نباید باشه، یه چیز فیکسی باید باشه. این رو هم وقتی انجام بدید کارش رو ببینید اومد آپلود شد و زیر ویدیوهای شما تگ میشه. خب چیز دیگه این نداریم اینجا. یه سری هم بیسیک اینفوی که تو مراحل قبلی اینها رو ما پر کردیم. اینجا میتونید برای کانتکتتون توی این قسمت توی فهمیدید کجا رو دارم عرض میکنم خدمتتون که توی کاستومایز چنل وقتی این تب ها هست بیسیک اینفو، اینجا یه دونه ایمیل میتونید وارد کنید برای کانورسیشن. وقتی که بیننده شما نیاز داره که با خود شما شخصا صحبت کنه راجع به یه موضوعی، پیشنهادی بده، ایرادی بگیره، هر چیزی که هست، اینجا وقتی یه ایمیل آدرس بزنید به اون ایمیل آدرس میتونه پیام بده و با شما در ارتباط باشه. در نهایت هم وقتی پابلیش رو بزنید کار این قسمت به پایان میرسه. خب این تنظیمات ابتدایی کانال یوتیوب شما هستش. الان آماده است برای اینکه بتونید ویدیو آپلود کنید. برای آپلود ویدیو هم خیلی تنظیمات حرفه‌ای تری وجود داره که من رو توی ویدیوهای دیگه به صورت خیلی مفصلا خدمتتون توضیح میدم و همچنین توی قسمت‌های بعدی ما حتما در مورد مانیتایز شدن کانال و به درآمد رسیدن و همچنین همه نکته‌هایی که راجع به رشد و پیشرفت یک کانال یوتیوبی میشه، فیلم برداری، تمام نکته‌هایی که راجع به ادیتینگ فیلم هستش، فیلماتون هستش، ویدیوهاتون هست، همه رو دربارش توضیح میدیم، صحبت میکنیم. بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. اگر دوست داشتید میتونید ما رو سابسکرایب کنید، خوشحال میشیم و به ما کمک بزرگی میشه. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید واسه این ویدیو. متشکرم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.